إخوة سكنوا الفؤاد وبلسم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی قدر، شرط دیگر که محبت است، این هم یکی از شرط قبول شدن ایمان است، از شرط قبول شدن کلمه توحید است. هر کسی که لا اله الا الله میگه، برای او لازم است که محبت کنه با اوچه که این کلمه دلالت میکنه. محبت کنه با این کلمه، محبت کنه با اوچه که کلمه دلالت میکنه، محبت کنه با افراد این کلمه، یعنی با موحدین. لازم است که محبتش تنها با الله و رسول و مؤمن باشه. محبت لذاته تنها مال الله است، تنها الله را ما با ذاتش دوست می‌داریم و با همراه الله کسی را دوست نمی‌داریم، شریک نمی‌داریم. المحبت المنافی للبغض، محبتی که بغض از بین بره. این معنا داره که لا اله الا الله بگو و بعد از او با اوسه که کلمه توحید تقاضا میکنه بغض کنی. نباشه مثل کسایی که دعوا دارن که مسلمان هستن و کلمه توحید را میگن و بعد از اون مساجدها را بند میکنن و بعد از اون حجابها را از سر زنها میکشن و بعد از اون ریشها را میتراشن و مسلمانها را به خاطر نماز خواندنشون داخل زندان میکنن، به خاطر بیان کلمه توحید داخل زندان میکنن. اینا کسایی هستن که بغض دارن به کلمه توحید. منافقین هستن، به ظاهر میگن که ما مسلمان هستیم، اینها محبت ندارن به کلمه توحید. وقتی که کلمه توحید را تو با زبانت میگی، لازم است که تو محبت کنی با کلمه توحید و همچنین محبت داشته باشی با آنچه کلمه توحید دلالت میکنه. محبت داشته باشی با الله و با همراه الله کسی را محبت نکنی. و محبت شرط از قبول شدن کلمه توحید است. بعد از اینکه برای تو معلوم شد کلمه توحید و علم پیدا کردی با معنای توحید و یقین کردی و تصدیق کردی، بعد از بیان، بعد از رعایت کردن شروطایی که گذاشتیم، بعد از اون لازم است که با او کنی محبت کنی با الله. با امرای الله کسی را دوست قرار دادن این شرک است. و محبت شرط از قبول شدن کلمه توحید است، چنانکه که آیه قرآن می‌فرماید: و من الناس ما يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله. تا جایی که ما استدلال میگیریم اینجا است. میتونیم که تا انتهای آیه قرآن برای شما تلاوت کنیم و ترجمه کنیم، اما جایی که مهم است همینجا برای ما است که استدلال میگیریم. و بعضی از مردم است که میگیرن با همراه الله دیگر کس را شریک میگیرن و دوست میدارن، اما غیر الله را مثل دوست داشتن الله. اینا که اصلا اینا مشرکین هستند که با همراه الله دیگر کس را، بت را، ایشان را، قبر را، سنگ را، شیخ را، دیگر کس را دوست میگیرن و شریک میگیرن با الله و دوست میدارن همو غیر الله را مثل دوست داشتن الله. اما والذین آمنوا، اما اون کسانی که ایمان آوردن، اشد حبا لله، اون کسانی که ایمان آوردن سخت‌ترین محبت را با الله دارن. یعنی مؤمنین تنها محبتشون با الله است، یا که نه شرط ایمان این محبت الله را گذاشت. و اون کسانی که با همراه الله دیگر کس را محبوب خود قرار دادن، اونها را الله متعال مشرک میخوانه و همچنین در دیگر آیات ها و صراحتا اعلان میکنه. اون کسانی که غیر از الله را شریک گرفتن، الله متعال در اون آیات قرآن میفرماید که اون کسانی که غیر از الله را شریک گرفتن و اون را دوست میدارن مثل دوست داشتن الله، اونها اگر عذاب را ببینن و میدونن که قوت تمامش در دست الله است و الله شدید العقاب است. این آیت، دوام آیت اشاره میکنه به اون کسایی که با همراه الله دیگر کس را گرفتن و او را دوست داشتن، با همراه به مثلی که الله را دوست داشتن، برای اونها عذاب سخت را تهدید میکنه الله تعالی. و همچنین در حدیث نبی صلی الله علیه و آله آمده است که لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیه من اهله و ماله و الناس اجمعین. بنده نمیتونه مسلمان باشه، مؤمن نمیتونه بنده مؤمن باشه
تا آن مدام که ما محبوب تر باشم در نزد او، محبت ما بالاتر باشد در نزد او از محبت اهلش و مالش و تمام مردم. یا در دیگر حدیث میگه که لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین. بنده مسلمان نمیباشد تا مدام که محبت ما بالاتر نباشه از محبت پدرش و مادرش و تمام مردم. در دیگر حدیثی که روایت میشه. پس از این آیات قرآن و از این احادیث ها معلوم شد که محبت شرط از قبول شدن کلمه توحید است. کسی کلمه توحید را میگه و علاوه بر این غیر از الله دیگر کس را برای خودش قبول میکنه و محبت میکنه با همراه او، همچنان که با همراه الله محبت میکنه، اونها کسی هستن مشرکین هستن و گفتن کلمه توحید برای اونها هیچ فایده نداره. و همچنین اگر محبتی اهل و مال و مردم بالاتر باشه در قلب انسان از محبت نبی صلی الله علیه و سلم، انسان میتونه مؤمن باشه. یا یک شخصیت خودش یا نفس خودش یا نه پدر و مادرش زیادتر دوست بداره از نبی دیده، این شخص نمیتونه مسلمان باشه. باید محبت الله و رسول از همه بالاتر باشه. و در زیر این شرط بحث موالات هم میشود که بعضی از علما در زیر این شرط بحث موالات را بیان کرده هستند، اما بنا بر اختصار درس گفتیم یک درسی باشه برای شما که کم باشه و خلاصه باشه، بنا او چیز را در اینجا بیان نکردیم. فباذن الله یک درس مستقل برای او خواهیم کرد ان شاء الله تعالی. اما کسایی که محبت ندارن به این کلمه و با افراد این کلمه، با الله و رسول و با مؤمنین، اونها نمیتونن مؤمن باشن. لازم است که در وجودشون محبت داشته باشه با اون چیزی که کلمه میگه، با اون چیزی که کلمه تقاضا میکنه، محبتی که دور کننده بغض باشه. چه میتونه انسان مسلمان خود دعوای اسلام کنه، دعوای ایمان کنه، در حالی که مسجدها را بند میکنه، در حالی که حجاب ها را بند میکنه، بغض و کینه داره، نعوذ بالله من ذلک. و بغض و کینه کردن به این کلمه و با الله و با رسولش و با شعائر الله، مساجد، حجابش، این کفر است که انسان از اسلام بیرون میکنه. ولو اگر میلیون رکعت نماز بخونه نماز قبول نیست. لازم است که انسان محبت داشته باشه در نسبت کلمه توحید، در نسبت شعائر الله، در نسبت الله و رسولش و مؤمنین. فباذن الله ان شاء الله تعالی در درس‌های آینده که غیر از درس‌های کلمه شروع ان شاء الله تعالی در اونجا در این باب با وسعت و کلام ان شاء الله تعالی صحبت میکنیم. و آنچه که از حوادث و آیات قرآن و حوادث معلوم شد، هر کسی که دعوای کلمه توحید کنه و محبت نداشته باشه با کلمه توحید و با اون کلمه توحید تقاضا میکنه محبت نداشته باشه، او شخصیت از دین خارج است و مرتد است، نمیتونه مسلمان باشه، نمیتونه مسلمان باشه. یکی از بیان شرط‌های کلمه توحید بود المحبت المنافی للبغض. فان شاء الله تعالی دعا میکنه که الله تعالی برای ما و شما علم و عمل و دیگه فهمیش برای ما و شما نصیب بگردونه تا که ما شرط‌های کلمه را بفهمیم و با اینها عمل کنیم. بدون رعایت شرط‌های کلمه برای شما فایده نمیده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. يا إله الوجود قد سئمت القيود